من تو عمرم اینقدر شرمنده نشده بودم. من خیلی خیلی ممنونم. اول با نام خدای این جلسه رو من فکر میکنم اینقدر شادی برای من ایجاد کرد که برگشتم به دوران کودکی. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه دوستان و همه اونهایی که این جلسه رو ایجاد کردن. از شورای محترم دهک که این جلسه رو برگزار کرد خیلی خیلی ممنونم. خدا شاهد خودم مقابل این همه محبت نمیبینم و این چیزی که آقای مجری فرمودن که من آدم خاصیم نه نیستم. من به بیمارانم میگم، مادرها پدرهایی که میان بچه هاشون رو عمل میکنی و خوب میشن، میگم دکتر شما دست خدایی رو زمین، میگم نه نیستم. میگم پنجه طلایی، میگم نه نیستم. میگن اول خدا، دوم خدا، سوم خدا، چهارم شما، میگم نه نیستم. میگن آخر شما، میگم نه نیستم. آخر خود خدا، اول خود خدا، دوم خود خدا، سوم خود خدا، چهارم خود خدا، میلیونیوم خود خدا. من قدرت خداوند رو تو قلب ها دیدم. چطور میتونم منکر این بشم که خداوند درمان کرد؟ من 10 ساعت قلبی رو شخ میزنم، آخرش خداوند این قلب رو دوباره به تپش در میاره. پس از من تشکر نکنین ای والدین، ای عزیزان. خدا اینقدر مهربونه که خودش خوب میکنه، افتخارشو باز میده به من. میگه ای بنده حواست باشه، من خوب کردم، تو فکر نکن خوب کردی. من اینو فهمیدم. اگر من فکر کنم خوب کردم که هیچ، من دیدم. من قدرت خدا رو سلول تو عضلات قلب دیدم. من قلبی رو از مشهد آوردن، به جای اینکه 2 ساعته بیارن تو پیوند، 4 ساعت تو یخ طول کشید، برف بود، هواپیما نتونست بشین، هلیکوپتر نتونست از فرودگاه بلند بشه. یه گوشت یخزده رو تو قلب یه بچه گذاشتیم. فکر نمی کردم بزنه. 100% مرگ رو جلو چشمم زد. من نکردم. اون خداوند به این عضله قدرت رو داد که 100 سال کار کنه. تو یخ هم بذاری، مثل یه جگری که توی یخ مچاله شده اومده تا تهران، 4 ساعت و نیم رو هوا و زمین زد. پس شاکر خداوندم. اینکه شما محبت میکنین، قدردان محبتتون هستم، ولی شاکر خداوندم و لحظه‌ای فراموش نمیکنم من که اینجام بازم خداونده. من امروز جمعه است، خدا انشالله رفتگان همه شما رو بیامرزه، رفتگان این جمع و همه عزیزان. مادر بزرگی داشتم که زمان رضا شاه تا دیپلم درس خوند و قاری قرآن بود و قرآن رو حفظ بود و به من یه قرآنی داد. هنوز هر روز ترجمه‌ش رو میخونم و هر زمانی قصم بگیره 2 صفحه قرآن بخونم قصم میره و اون میگفت پسر جان برو در راه خدا، ببین مزایای خدا. این مزایای خدا. عموی بزرگی داشتم به نام حاج مهدی غلامپور، خدا بیامرزه. اون به من مردمداری رو یاد داد، اون مهربونی رو یاد داد. من از چشماش مهربونی رو میدیدم، خدا شاهده. بسیار عزیز بود. خودش، خانم خدا بیامرزش، بسیار چیزا رو یاد گرفتم. من هر موقع به یاد ایشون میافتم، به یاد حاج رضای بزرگ میافتم، به یاد حاج نادری بزرگ میافتم، همراهای عزیزم و عمم که تو این ده بود و ایشون فوق‌العاده مهربون. من مهربونی رو از اینا یاد گرفتم. من به این شعر فکر میکنم که باران رحمت خداوندی اینها بودن. من دیدم عمه خودم رو که مامان آقا سهراب خودش تو نداری، بعدم فهمیدم اون خودش نداره. بچه بودم، فقیر میومد در میزد، میورد بالای پله خونه‌شو میشوند و یه بشقاب پر برنج و یه تیکه خورش روش که معلوم بود خودش هم نداره میدادیم، سیر میخورد و چیزی نداشتیم ببره. بارها میدیدم پیرمرد با یه کیسه رو پشتش، حالا چیزی بهش داده بودن همسایا، میومد این در میزد بهش غذا میداد. بعدم فهمیدم که این یتیمی بچه هاشو بزرگ کرد و چقدر این کار بزرگه.
باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست. باران که شدی باران که شدی پیاله ها رو نشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست. باران تو که از پیش خدا میایی، توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست. بر درگه اوی چون که بیفتن به خاک، شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست. نمیگن پروفسور غلامپور، درگه خداونده. بر درگه او چون که بیفتن به خاک، شیر و شتر و رستم و موریانه یکیست. گر با سوره دل خدا را خواندی، گر با سوره دل خدا را خواندی، حمد و فلق و نعره مستانه یکیست. واقعا من دیدم هر موقع خدا رو خواندم با تمام وجود، فرقی نمیکنه کجا بودم، کجا هستم، وضو دارم یا ندارم، رو کجا هستم جواب میده. پس از من تشکر نکنین، من دستانتون رو میبوسم که این جلسه رو ایجاد کردین و خیلی خوشحالم که دیدت همه شما رو، ولی واقعا چیزی از خودم ندارم. آنچه کردم وظیفمه، هیچ منتی بر سر شما و مردم نیست. من روش قسم خوردم، وایسادم. من به ملاقات خداوندم ایمان دارم و از روزی میترسم که خدا بگه من تو رو پروفسور کردم، تو چی کار کردی؟ من اینو مطمئنم میپرسه از من شرمنده میشم بگم هیچ. خداوند خانومی رو به من داد که به من گفت رو کاخ خودش فرزند پزشکه، پدر و مادرش پزشکن. به من گفت رو خرابه های زندگی مردم ما کاخ نمی سازیم، از هیچ کسی 1 ریال پول نگیر. در بیمارستان دولتی کار کردم در تمام عمرم. 1 روز مطب نداشتم، 1 روز کار خصوصی نکردم، به خاطر اینکه تو خونه از من کسی پول نخواست. یه خونه معمولی دارم، یه ماشین معمولی ایرانی دارم. به خاطر اینکه پشت من کسی بود گفت من نمیخوام رو خرابه های زندگی مردم کاخ